آیا موسیقی حرام هست؟ بله حرام هست، مگرم الله نگفته و من الناس من یشتری لهو الحدیث؟ سوره لقمان آیه 6. مگرم الله نگفته واستفزز من استطعت منهم بصوتك؟ سوره اسراء آیه 46. مگرم الله نگفته والذین لا یشهدون الزور؟ سوره فرقان آیه 72. ابن عباس رضی الله عنه مفسر قرآن حبر امت میفرماید واستفزز من استطعت منهم بصوتك. معارف القرآن می آورد در زیر آیت میگوید صدای موسیقی صدای شیطان هست. آیا کدام روز شما دیدین که شیطان صدا بکنه بگه این صدای ما هست؟ آیا کدام روز شیطان خودش اعلان کرده که صدای ما هست؟ نه خیر، قرآن بر ما میفرماید، قرآن بر ما اعلان میکنه، میگه صدای شیطان هست، موسیقی صدای شیطان هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید و من الناس من یشتری لهو الحدیث. بعضی انسان ها من تبعیضیه هست، خصوصیاتشان اینه که لهو حدیث را میخرن، پول میدهن، سازنده را از جاهای دور میآورن، تمام شب گرد اونها مردم را جمع میکنن و بر اینها پول خود را مصرف میکنن. پول میده از کامپیوتر موسیقی را خریداری میکنه، پول میده توسط آنها آلات موسیقی را میخرن. قرآن چقدر زیبا میگه، قرآن چقدر شفر زیبا را برای ما بیان میکنه و در آخر آیه میگه اولئک لهم عذاب مهین، برشان عذاب درناک هست برای اشخاص. الله سبحانه و تعالی رحم بکنه برای امت مسلمه. امروز ما در موتر نشنیم صدای موسیقی هست، امروز ما در هتل هستیم صدای موسیقی هست، امروز ما در راه میریم صدای ما در موتر نشنیم صدای موسیقی هست، امروز ما در هتل هستیم صدای موسیقی هست، امروز ما در راه میریم صدای